سلام چطورین بچه ها؟ امروز دخترونه اومدیم بیرون به همراه نازنین. داره چایی میریزه. مریم، اعظم. اینجوری یعنی چی؟ یعنی عشقی. تو عشقی یا اونها؟ همونه من. خودش تعریف میکنه شما که عشقین. ولی خب یه فرقی داره، به خاطر اینکه ما جمعه صبح و با املت شروع میکنیم، اما عادل نیست که برامون املت بزنه. ما هم وقت نداشتیم خونه املت بخوریم، حالا اومدیم بیرون یه مقدار خرت و پرت گرفتم بچه‌ها. چایی دیگه چیه؟ شیرینی پنیر. شیرینی پنیر چی بود؟ پنیر خامه‌ای؟ نه شده خامه اصل. خلاصه املت نداریم دیگه. منم که عاشق املت. بعدش دیگه قبلش نتونستم ویدیو بگیرم براتون. قبلا اومدیم سلام سر منتها مریم و نازنین و ازم نیومدن. اومدیم اینجا به خاطر این خیلی قشنگ بود. اون روزم که من اومدم بارون بود، مه بود، خیلی نتونستم براتون ویدیو بگیرم. حالا امروز سعی می‌کنم جبران کنم، بعدم حالا فرصت بشه شاید جای دیگه هم بریم. نهار قراره بیرون بخوریم، به خاطر همون خیلی درست کردنی و اینجور چیزا نداریم. وقتمون فقط میره برای عکس و ویدیو برای شما. چی تازه؟ نمیدونم چرا اول من با چای شروع کنم، من با صبونه شروع میکنم. یعنی دلم املت میخواد. عادل واقعا جات خالی، کاش بودی و میدیدی ما املت نداریم. فکر کنم خودت درست کردی. اگه درست کردی نوش جونت، ولی تا شب که بیام خونه برای منم باید درست کنی، چون که من عاشق املتم. صبونه بخوریم. لیوان منو برداشتی. اون لیوان من بود. چقدر امروز هوا گرمه، برخلاف اون روز که اومده بودیم و مه و بارون و جاده هم که خیس بود، الان خاکی قشنگ گرم و ورق کرد. بچه هم پشتن. بعضی راننده هم خیلی بد میرونن خدایی. بابا اینجا دیگه نه جای سبقته نه جای چسبوندن. بعضی ها کجاست؟ باز بریم بچینیم. آره نمیدونم اینجا ماشاءالله مریم بچه گستم دیگه. آره خوش میکنن دیگه. از اینجا نمیگم بتون بریم سیدش، چون سیدش خیلی دوره. جانشو بمیرم. ببین جای بودی خالی، واقعا دوست داشتم فندق باشه، ولی از اونجایی که حموم نکرده بود و اینجا هم خیلی گرمه دیگه نیاوردیمش. کفش دوزک خوشگل، چقدر بامزه است. کلی باهاش عکس گرفتم. خیلی مزه. من ازم این سمتیم، نازنین و مریم هم اون سمت. ببینید کجا آوردمتون. اون روز که ویدیو گرفتم اصلا اینجوری مشخص نبود که، چون که خیلی مه بود، اصلا جلوی پامونم نمیدیدیم، چه برسه به این طبیعت رو. ولی خب یک کوچولو بچه داشتم سر می‌خوردم، یک کوچولو حالا ابرم بود خیلی خوب میشد. فکر کردم میگه صدا پروانه رو چیز له کردی. این پروانه، دنبال این پروانه بودیم. خیلی قشنگه. بعد نیست که ما همیشه میریم سمت رودخونه، سر و صدای آب هست. اینجا چون از آب فاصله داره، ببینید صدای پرنده ها چقدر قشنگ میاد. هوا اینقدر گرمه، میوه ها چیز شدن، له شدن. آب بکشیم. حتی چشمه است ها، خیلی باحاله. یه نزدیک دیگه همه میان از اینجا آب برمیدارن. منم در همین هست. مریم کجاست؟ مریم نیستیم بره. مریم بیا. سراخ کرده آبش بره. برم توی چی؟ همین خب برو چی میشه؟ فاطمه میخوای بشوری؟ این تمیز بود نه؟ این همین آب معدنی بود. نه آبش میدونم خوردنی. نه چیزو میگه، بطری رو میگی؟ بطری آره. آب معدنی گرفتیم. خیلی حالا
بریم یکم بالاتر، میگم بالاتر هم قشنگه. خنکه نه؟ آره. آب خیلی بیا به نظرم تو هم بیا خوش بالت پاتون. آخه کتونی پامه. بابا ایراد نداره که سریع خوش میشه. والا. بریم. بیا بشور. تنها چیزی که آب نزدم دستم بود. الان بیا اونو نگه دارم که پاتو بیا بشور. اینجا باید بوت باشیم. تیز و بز که میگن منظورشون مریمه. بریم گلگاو زبون بچینیم. چجوری باید بیام پایین بعدن؟ به راحتی. بیا مرسو باری کلا. بسترم. وای اینم باز ما. بچه‌ها این گلگاو زبونه. من نمیتونم هم ویدیو بگیرم هم چیز کنم. هم گلگاو زبون بشم. تو چرا منو گرفتی؟ برو. خودش افتاد من هم بیافتم. عجب تو بشریه. با هم دیگه بریم دیگه. نمیشه من من دارم وفاداریم. صدا مواظب باش. بریم. خب بیا. اینم من. خیلی زیاد بودا. بچه اومده بودن. کندن همه. بریم ببینیم. اینا. چه خوبه. بگیر من بازم میگیرم. این ورم یکم دیدم. اون سمت هم دیدم. بریم بگیریم. آره اون سمت هم هست. اینا. نمیدونم میبینید؟ اینا. این میگه گلگاو زبونه. چطور در حال کندن گلگاو زبونه. زندگی در شرایط سخت. من اینا رو نگه داشتم نیفتن پایین. کاش زودتر میتونستیم بیایم کلی بچینیم. مثل اینکه دیگه همه چیدن. آره. بعد بیشتر تو ارتفاعاتشه. بوتش رو نشون بده شاید بچه‌ها جایی دیدن بدونن که این گلگاو زبونه. چه بامزه. خودم هم تا حالا ندیده بودم. اولین باره. چه گلای فرد، مسیر قشنگ. چقدر چیزی ستاره ببینم. باری کلا تشویق میکنه. چقدر ولی گرمه. خیلی. بارونش اذیت میکنه، آفتابش اذیت میکنه، ولی خب دیگه لذت بخشه واسه. آها بابا. ببین دیگه جایی هست بازم. همینه دیگه. نه دیگه نیست. نه اینجا هست. مادر برای پسرش قصد کنه خدایا عشق من نیومد، ولی خوب شد نیاوردیمش. خیلی گرمه. آره مستقیمه. 10 دقیقه. آره. آقای قرقاول میشه لطفا بیای داخل ویدیو دوستان ببیننت. رفت خیلی خوشگل بود. حالا بریم شاید جلوتر بتونیم ببینیم. خیلی خوشگل بود. آقای قرقاول کجایی؟ اومدیم یه سمت از ییلاق نمیدونم کجا. آها رودبار. آره. یه ییلاق دیگه از رودبار اومدیم. اینم منم، این پشتم. اینم منم، این جلو هم. اینم ازم مواظب باش. یه حادثه آفرینی کردیم برای اعظم، اونم تقصیر من بود. یعنی تقصیر من نبود خدایی، نه اینکه تقصیر من بود. اونجا داشتیم چیز میکردیم، داشتیم ویدیو میگرفتیم. الان لباست هم نشون بده ببینم بچه‌ها چی شد. چی شده؟ تمیز میشه این. ملق زدم. اینا ملق زدن. بابا اومدیم یه ویدیو بگیریم از این ویدیوهای رمانتیک.
آدم گفت چیه اونجا. اینو بگیر من برای بچه‌ها تعریف کنم. البته من یه ذره خوابم میاد. مریم دستتو پایین نگه دار. بچه‌ها رفته بودیم داشتیم ویدیو میگرفتیم سمت گلا. بعد ازم گفتش اینجا سراشیبی داره. من بهش گفتم که خب باید میدوید یه سمتی و گفتم که نه بابا اونجوری خیلی ندو، حالا آروم برو. بعد آروم رفتم من ویدیو گرفتم گفتم خیلی عالی شد و اینا. اصلا حواسم نبود گفته بود اونجا سراشیبی داره. گفتم میتونی سرعتتو بیشتر کنی بدوی من این ویدیو رو بگیرم قشنگ میشه. اومد دوید و قشنگ حله ملق زد. بعد من فکر کردم واقعا داره میخواد این کارو کنه، نگو پاش سر خورده قشنگ مدت اینجوری رفت گله ملق زدی. خدا شاهده این سرش رفت پایین پاش اومد بالا بود دیگه. ویدیو رو میخوایم برای بچه ها بذارن. اعظم ریز اونجا. آره به خدا بگردم میخواستیم کار کنیم. حالا بریم این ور بریم اون ور. این ور بریم. حالا بریم. آره بعد یه ذره اینجا چشمه هم هست میتونیم آب بخوریم. حالا چی دیگه بنده خدا دستش پاش درد گرفت. ما که اصلا اون تمام پامون افتضاح. ویو رو ببین چقدر خوشگله اینجا. صدای این پرنده ها رو فقط اینجا چقدر باحاله. خیلی خوشگله. نیومده بودم این سمت. گفتیم چای بخوریم بعد دیگه حرکت کنیم تا بخوایم برگردیم. طول میکشه. اینجا هم خیلی سربالایی بود. مریم میای اینجا یه عکس بگیری؟ مریم میای یه عکس بگیری؟ مثلا من اینجا رو پیدا کردم. این دوتا سریع شروع کردم به عکس گرفتن. نمیگن ستاره جون تو بیا عکس بگیر. چه جستایی هم میگیرن. قربون عکاس برم. عکاسم مگه اینقدر خوب میشه؟ برو ازم قربون عکاس بره. وقت خوردن چاییه. من شدم با خستگیمون در بره. سوغات ثابت. آره مریم جون همه زحمت‌ها با مریم جون همیشه. آره مریم جون هیچ کاری نکرده. دست نازنین در نکنه. رانندگی کرد. آره ما رو آوردی فضای شیک خوشگل بکر عالی. صدای پرنده ها و اون زنگوله گوسفندا خیلی باحاله. منتها من نمیبینمشون نمیدونم کجان. چی دارم میگن اینا یواشکی پشت سر من؟ میدونی ستاره فود عالی 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 عشق منه عشق من دوست منه. چی داشتیم پشت سرم میگفتیم؟ خیلی دوست دارم. جای عادلم خالی. الان زنگ زده بود من بهش گفتم من نه سنگم. گفتش که کدوم قسمت از کشوری؟ گفتم که بابا رو سنگ وایسادم تو زنگ زدی میافتم. بیا عزیز دلم بیا. نه نوشه جا من دوست دارم الان چایمو خالی بخورم. خیلی خوب بود. هستگیم در بره. اینم هستی جون برام گرفته. همه میدونم عاشق مایم. خودم برای خودم گرفتم. کار خوبی اینم کردی. که ستاره جون اینا من مال گرفته. منه. اینا مال منه. اینم این من بچه‌ها گرفته. از ماگای من دارن استفاده میکنن. ستاره میخواست برام بگیره ولی رضایت ندادم گفتم باید خوراکی بگیری. ما راست میگه. آره کجاست؟ همین دو میرفتی میگرفتی. همین 2 دقیقه میدونی اینا چند ساعت تا عکس گرفتن. بگیریم رو صندلی‌ها بشینیم خیلی قشنگه. آره باید بگیر. آره ما تو راه برگشتیم. انزلی به شدت شلوغه. اینم که ورودیشه. ما الان نیم ساعت تو این ترافیکیم. کلا 1 ساعت تو ترافیک وقتمون رفت. رشتم ترافیک بود. خیلی مسافر اومده بچه‌ها. خیلی. از من خوش نشسته. نازنینم که رفت لاهیجان. اونم تو ترافیک لاهیجان گیر کرده. آره خیلی بابا. بعضی از این ور میرن خاک و خلی بلند شده که نگم براتون. پسمون گرفت. ما اول فکر کردیم ایست بازرسیه. نه ایست بازرسی نبود. نه اگه بود که بدتر پیش میرفت. یعنی حالا ترافیکش روونه ما اینقدر وقتمون تو ترافیک رفت. این بندی خدا بزن دور بزنه دیگه آقا.
زنه. پشیمون شد. آره لایجانی بود برگشت. ما رسیدیم خونه، دوش گرفتیم، ظرفارم شستیم. آقا عادلم زحمت کشید رفت نون تازه گرفت. ما قراره ولاگو از آخر به اول شروع کنیم. چرا؟ چون که صبحونه املت نزدیم، امروز جمعه است. طبق عادتی که همه میدونن ما جمعه باید یعنی امکان نداره که املت نخوریم. من 12 شب 3 صبح آره آره یادم سری قبل املت رو غروب خورده بودیم. آره هفته پیش دقیقا. آره 6 و نیم 7 بود. امروز به خاطر اینکه ما قرار بود دخترانه بریم بیرون دیگه املت نزدیم. دلم پیش اون املت های روز جمعه بود. حتی منم کنار بیام میدونم که دوستام کنار نمیان. اونا طبق عادت ما عاشق املت شدن، املت میخورن، بعد ما جمعه نتونیم املت بخوریم. به خاطر همون دیگه نهار که خیلی سرسری غذا خوردیم، دیگه جایی هم نرفتیم برای نهار. رسیدیم خیلی دیر شد به خاطر این ترافیک وحشتناک بود. دیگه تا برسیم و خودمون رو جمع جور بکنیم طول کشید. منم خانومم با ناز داره میاد با رقص داره میاد دیگه. عادل آقا تصمیم داشت که امروز املت برامون درست کنه، یعنی قرار گذاشته بودیم. من خیلی خوابم میاد، خستم دیگه. زحمت میکشه درست میکنه. اینم من می‌خواستم برم واسه خودم فلافل بخورم، اینا یا اومدن. یه چیز بگم من خیلی ها میدونن که اهل ناز کردن و نمیدونم قربون صدقه رفتن نیستم، همه میدونن دیگه. خب ما یه جوره دیگه با هم دیگه رفتار میکنیم، سعی میکنیم کارایی بکنیم که با کارامون نشون بدیم چقدر به هم علاقه داریم. بعد عادل امروز خداییش دیگه جلوی خودش میگم، بذارین جلوی خودش بگم، جلوی خودت دارم میگم. آره امروز که ما دخترانه رفته بودیم بیرون گفتیم که عادل بمونه خونه استراحت کنه. جدا دوست داشتم استراحت کنه چون این هفته خیلی کار کرده بود. همش ساعت 12:30 1:30 شب میومد خونه، خیلی دیر میومد. من فکر کردم میمونه خونه استراحت میکنه، اما مونده خونه. ببینید چی کار کرده. این کولرمون حدودا میشه گفت عادل خدایی از وقتی وصل کردیم سرویس نشده. 4 سال بود، 4 سال خورده ای فکر کنم سرویس نشده بود. بعد عادل امروز اون رو تمیز کرد، دستش در نکنه. پیش فندقی هم که مون، پسر قشنگم دلش نگیره یه موقع. الان هم که دیگه داره برامون املت درست میکنه. به خاطر همون منم میخوام شور انداختم. میخوام منم ابراز علاقه کنم براش، لوبیا پلو درست کنم چون عاشق لوبیا پلو. با خورش من راضیم. آره حالا یه چیزی درست میکنم که فردا بخوری، ما نیستیم بهت خوش بگذره. دوستان عزیزم مرسی که ولاگ ما رو نگاه کردید، مرسی همراه ما بودید. خیلی خیلی دوستتون داریم دیگه، خودتون میدونید. مریم خانم حرفی سخنی، مرسی زحمت کشیدی، خلاصه یه مسیری تو رانندگی کردی، یه مسیری و نازنین دستشون در نکنه. رفتیم یه جای قشنگ و دیدیم، مثل همیشه خاطره خوب ساختیم. خیلی خیلی خوب اونم دیگه صدا میکنه، لباس هم شستیم، بریم به کارمون برسیم. امیدوارم که شما هم از این ولاگ لذت برده باشین. دوستتون دارم و خدا نگهدارتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره، نظرتونم کامنت کنین. بله حتما این کار بکنید. عادل جان نظری چیزی؟ نه نظری ندارم، من دارم فعلا خیلی هم بودیم اینجوری بندازم باید نه بگیرم. من این کار نکن. فعلا خدا حافظ. خداحافظ بچه‌ها. خدا حافظ. خدا حافظ.